سلام دوستای عزیز، امیدوارم جلو سلامت باشین. در بلوگ امروز خوش آمدین. روز 4 در آنتالیا ترکیه دیگه آمدیم ما در بالکن یکم هفته و بگیریم سیاه شویم دیگه. هفته و تقریبا عوام تقریبا 27-28 درجه است. خیلی گرم است، خیلی گرم است. میخواستیم بریم لب دریا بریم اما یکم دور است، وقت نداریم زیاد دیگه. یک ساعت اینجا میشینیم بازو میریم بخیر پایین، کالای ما رو میپوشیم، با تاکسی میریم بخیر در مغازه نیستم تا چیز کلان آنتالیا است، مشهور The Legends of the Land است نامش. میریم بخیر اونجا میریم دیگه. دوستای با ما باشین. دوستا دیگه ما آمدیم، اول برو خوب بالا بودیم در بالکن بودیم، هفته و گرفتیم چیزا یکم سیام شده موندم همون سفید مالا چون به خاطر گروپ است دیگه. دیگه حالا ما آمدیم حمام کردم، کالای ما پوشیدم دیگه. خدا جورم کردم که مویا رو ببینین. به خدا باید برم سلمانی برم که مویم زیاد شده. نمیفهم سلمانی ها اینجا چند میگیره دیگه، نمیفهم خوب جور میکنه نمیکنه دیگه. فقط ما منتظر تاکسی هستیم که تاکسی به که بریم بخیر طرف نمیفهم نامش یادم رفت با دیگه. یک ساعت راه دور است از اینجا دیگه. میریم اونجا بخیر. خیلی جای خوبش است، خیلی جای خوبش است، گروپای خوبش، کلان، خیلی کلان. بریم که بخیر چی پیدا میکنیم چی کارا پیدا میتونیم دیگه. با ما باشین دوستا، یادتون نره لایک سابسکرایب. دوستا ما برآمدیم از اتاق ما، اینجا دم هتل منتظر تاکسی هستم. نشته کردم برای تاکسی وان که من گفت ما 5 دقیقه دیگه اونجا هستم. منتظر تاکسی بودم دیگه. ما هتل بالا کی بود، ما چای آورد، چای گفت تا که تاکسی میاد اونجا خودش هم هست. What's your name, my friend? یوسف. خیلی خوب آدم است، خیلی خوب آدم است. خیلی مهربان آدم است دیگه. خیلی مهمان نوازم است تو ترکا. دیگه بخیر دیگه. ببینیم تاکسی چی وقت میاد که ما بریم بخیر که ناوقت هم میشه، چون اونجا کی است ما سعی کردیم ساعت 11 به شب قایم میکنه. تقریبا اینجا تا اونجا 1 ساعت راه، ساعت تقریبا 4:30 بجه است تا که برسیم ساعت 6:30 شب دیگه. چند وقت چقدر وقت داریم که بریم مکس بگیریم، نان بخوریم، چیکارا کنیم. که کشتی هم هست میتونیم کشتی کرا کنیم در او کشتی خودشان راه میکنه. ببینیم که چی بخیر چیزا پیدا خوب میکنه که بریم بخیر انجامش بدیم. آمدین دوستا دیگه. ما چشم نزد ما دیگه بخیر 5 دقیقه دیگه میرسیم دیگه. خیلی خسته شدم، پایم درد میگیره وقتی موتور میشینم، خصوصا پشت سر که بشم دلم بد میشه دیگه. ما بخیر 5 دقیقه دیگه میرسیم، اونم معلوم میشه دیگه. بخیر ببینیم چه چیزایی از من. خیلی خوب جای مقبول است، خیلی جای قشنگ است، براتون نشان میدم دیگه. نفرایی که ترکیه آمدن صد آنتالیا اسپسیال آنتالیا که آمدن، خصوصا آنتالیا که آمدن فکر کنم میره دیدن آن دیگه داخل شده رایستم. ما براتون فیلم میگیرم براتون نشان میدم. بالاخره رسیدیم و بخیر رفت رسیم داخل. باید راهش پیدا کنیم که کدام راه داخل بریم، چون خیلی کلان است اینجا که کدام راه غلط نریم.
نمیفهم که داخل رفتن اینجا پیسه میگیره نمیگیره، اما دیگه چیزاش که آدم استفاده کنه فکر کنم پیسه میگیره. مثلا کشتی داره و چیزای پارک داره، کاروسل و چیزا داره، فکر کنم ناش پیسه کیه. دیگه ما بخیر استاسا میریم داخل که راهش پیدا کنیم که کدام راه میره. فکر کنم اونجا فکر کنم ماشینه کش مالش تلاشی میکنه، ماجور پس بایک بکشم که بانا سایکل بایک چی داره نداره مرا امتاری فکر نکنه. دیگه بریم داخل بریم بخیر که چیزای پیدا میکنه شما. خالی چی جایه. گفتم شوشوا خیلی مقبول میشه، گروپا چالان خیلی مقبول. ما این صحنه تیک تاک دیده بودم، ما گفتم به خاطر همینجا میایم، خیلی خوب جایه، آدم عکس بگیره، خیلی عکسای قشنگ میاد. دیگه ما گشته را استیم عکس میگیریم، فیلم میگیریم. دیگه ببینیم مال میخوایم یک رستوران بریم یکم نان بخوریم، ببینیم کدام رستوران تا پیدا میکنیم. مکدونالدز رفتیم دوستای قیمت بود، یعنی از اون که آدم یک جای رستوران لاچری بره خوبتر است که از مکدونالدز بره. ما تصمیم گرفتیم که بریم یک رستوران بریم، ببینیم کدام رستوران پیدا میکنیم، بریم یک نان بخوریم. اول گوش نماندیم. دیگه با ما باشین دوستان، سعی کنیم خوب بریم. دوستا اینجا قیمت‌ترین رستوران که گفتیم اینم اینجاست. از اینکه قیمت تا هیچ کس هم نیست اینجا، رستوران‌ها که ارزان کلش پر است. ما رفته سعی کردیم نمیتونستم فیلم چون نفر زیاد بود. دیگه ارزان‌ترین قیمت‌ترین رستوران که از اینجاست. از اینکه قیمت است هیچ کس نمیخواد اینجا بیاید. نفرایی که پولدار است میاد اینجا، ما خب به پول هستیم، ما پولدار نیستیم مدام. دیگه مدام مقبول است داخلش، ببینید داخلش مقبول است. رقم او طرفش هم چیز از جای پارک، از جای چی میگه اولاداست فکر کنم، خیلی مقبول است. ما دیگه میخواستیم فقط مینیشون سعی کنیم دوستا، اینجا رو براتون نشان میدم. خیلی قیمته، یک سوشی از 1500 لیره است تقریبا. از در پیسه از اینا قیمت هم در پیسه سویدن ارزان، اما بازم که ما مثلا چیز کردیم قیمت است. فکر نکنم اینجا نان بخوریم. ما فکر کنم تنها سوشی داره، چند چیزای دیگه هم نداره. مشکلی من سوشی خوش نداره، ما تنها تا هیچ نخوردیم تا بالا قطع براتون مثلا نخوردیم، خوشم نمیاد جدی.
ما دیگه گشتیم بالاخره یک رستوران پیدا کردیم دیگه. اینجا داره نامش از برش کباب. ما همیشه کباب خوشم، کباب شکلی خیلی خوش دارم دیگه. حالا میخوایم انتخاب کنیم ببینیم که چی انتخاب میکنیم دیگه. با براتون نشون میدم دوستا. خیلی خوب جایه، خیلی جایه. رستوران تا خیلی درازه براتون فیلم گرفتم با سعی کنین دیگه. اینجا ما فکر میکنم کل شاید یگان رستوران ارزانتر پیدا شه، کلش قیمتاش بالاست. کلش از 500 لیره زیادتر است. 500 1000 لیره 1500 لیره کلش میقض دوستا. ما براتون نشون میدم دیگه. کباب است، شکلینگ است، سوپ است، برگر است دیگه. کل چیز گد و بد است دیگه. ببینیم بخیر که چی میگیریم. حالا ما انتخاب کردیم. ما یک دانه رول کباب گرفتم. در پالیش داره پامس است، برنج است، سالاد است دیگه. و دانه دریکم گرفتم، کولا زیرو دریکا گرفتم. نان آمد دیگه. خوب نان معقول هم است. پامس، برنج، کباب دیگه. خواریم با شکلینگ گرفته. خورد دیگه هم کفسه گرفته چون از این مانا خوشش نامد. خوب میگذره ماشاءالله. خوب جای هم هست. خب دوستا دیگه امتحانش میکنیم ببینیم مزهش چنده. خواه یک تا یک نمره میتونیم برزیم. مزهش خوب معلوم میشه دیگه. بالا چند من تا که خوب نخورم مزهش فهمیده نمیشدم. جدی بگیم براتون. حالا باش تو که کمی سوسن بزنیم. برنج سفیدش شوله واری معلوم میشه. دمدگی خود چسبیده. نه واقعا مزه داره دوستان. واقعا مزه داره. نه مزهش خوبه. جوری بگویم مزهش خوبه والله. همین تو مزه دمی تو جای مقبول. مرش چکون بودیم. دریکه یادی مانه از ده افت یک هفته میگیره. خوبه، خیلی خوب مزه داره. قیمتش هم 900 لیره بود فکر کنم. 950 یا 900 فکر کنم که دیگه 1000 لیره میشه دیگه. خوب بود دیگه. ارزشش داره فکر به نظر من ارزشش داره تقریبا دیگه. اگه شکلینگ انتخاب میکنم به نظر خوب مزه دارتر میشه. اما ما گوشت خوش دارم، گوشت بره. اما خواریم شکلینگ رو باش شکلینگ انتخاب کنم. شکلینگش اصلا شکلینگش چی مزه داره. خوب بود شکلینگش، بد نبود. خوبه دیگه میشه. یک روز گذره میشه. آدم چی که میسته نمیگه که چی نیست چی از دیگه. آدم سیر باشه خوبتره. خب دوستا وقتی که ما تاکسی آمد از هتل ما را گرفت دیگه. تاکسیون که خانم خود بود با او گفته که امروز ایدشان است، اید ترکاست. با خاطر از امون نفر خیلی زیاده اینجا. تنها ماجران است، ترکا هم است، کل مردم کرده بودن ایدشان که است. با خاطر زیاد است. نال با پسان شو رقص و بازی میشه دیگه. فکر کنم آهنگ میخوانن. نفر زیاد میه، نفر خیلی زیاد است دیگه. باز دیگه نان که خوردیم بخیر میخوایم بریم اونجا. نمیفهم ساعت چند شروع میشه اما میریم میگردیم. فکر ساعت 10 یا 11 قایم میکنه فکر کنم. ما 11 قایم میکنه. 2 ساعت بعد فکر کنم 2 ساعت دیگه شاید شروع کنم. یا دیگه ما می نان خلاص کردیم بخیر. با اول نان نوش جان کنیم، گوشنه هم هستن. نان خلاص کنیم بخیر دیگه. بازو با میریم یکم دیگه هم میگردیم. رقص ببینیم سعی کنیم. براتون بلوگ میگیرم، براتون فیلم میگیرم. شما تنها نمیمونم دیگه. رقص سعی کنیم. کشتی را باید میریم بخیر. اگر کشتی شد کشتی را چیز میکنیم کرا میگیریم
دیگه با اونجا پارک است، در پارک هم میریم دوستا. دیگه این خیلی کلان، هنوز ما نرفتیم جاش، ما فقط دور لباش بودیم تو عکسای ما رو گرفتیم، چون گوش نشدیم گفتیم اول نان بخوریم، شکم سری که باشه چیزا مزه میده، شکم گوش نباشه اصلا مزه نمیده دوستای عزیز. دیگه اینجا دکانام خیلی زیاده، گفتم کلان است، دکانام خیلی زیاده که دیگه خواره میخواید چیز بگیره، کپا بگیره بالا پشت، دیگه بریم برش نمیشون پایین نمیتونم پیدا کردم میشه برش یا نمیشه. به نظر من از شار کده اینجا لباساش ارزان تره، چون ما دکان هستی کردیم لباساش ارزان تر بود از شار کده. حالا خیلی دکان ها خیلی زیاد، حالا میخوایم بریم دکان ها رو هم سعی کنیم. دیگه که ما بریم دکان ها رو بگردیم که اگر خدا کنه در خواریم بالا پشت پیدا کنیم، چون خیلی خوش داره از این بالا پشت. میخواست جمپر بگیره اما جمپر خوش نداری، میخواد یک بالا پشت باشه، کلان باشه، کل جای آدم پود کنه، گرم بشه، چون زمستان درام است. راست بگم چیز رقم هوا سردم شده راج دوستای عزیز. من میخواستم از هتل در خودم جمپر بگیرم، جمپر نم تک جاکت که آدم گرم شوه، اما گفتم نه فکر نکنم سرد شوه، مال که چون هوا سردم شده راج، به خاطر ازو خونو خود رسیم کم جدی بگویم براتون. دیگه مال میریم بخیر پارک میگردیم، دکانا را میگردیم، اینجا رقص بازی که میشه، آهنگ که میشه، بخیر براتون فیلم میگیرم. خدا کنه زیگلو خوشتان باید دوستای عزیز. دیگه ما نان خورده خلاص کردیم، حالا بخیر میریم داخل پارک، هم کاروسل و چیزا که داره باید بخیر باید رایش پیدا کنیم کدام طرف است. اونجا بسته بود، اینجا هم بسته است. تو ما ندیده بودیم داخل قایم بوده، اینجا دروازش قایم، اونم قایم میرم قایم، امروز بسته است. خدا نمیفهم کلار دیگه چی کار کنم، بریم که شاید اگان چیزی که پیدا کنیم، اینه که چی پیدا میکنیم. اون چیز آهنگ شروع شده اما زیاد نفر نیست، منتظر میشم که خوب نفرها شوه، نفرها جمع شوه، بازه و بخیر با وقت خوب مزه میده. ولی فعلا زیاد نفر نیست، چون تازه شروع شده، تا که گرمه یکمه با وقت بکنم نفر زیاد میشه بخیر. حالا ببینیم که چی میشه دیگه. دوستان دیگه هوا خیلی جای خوبی شما، نفرها خدا کنم من کاپیرایت نخورم، چون موسیقی فکر کنم تازه است، لایف است، خدا کنم کاپیرایت نخورم. بعد اینجا آساسا جور میشه، نفرم جا چه خوب مزه هم میده دیگه بخیر. ما باشید دوستا از کل بخیر، کلش براتون فیلم میگه، کلش نشون میده. Bakalım sahaya geçiremem, sorma bana ben önümüzü göremem, merak eden kendini bilmezsin. Boş yere kimseyi oyalayıp düzemem, geçici şeylere heves edip üzülemem, fikrim hevesini yap etsin. Sevdiğim kaç kere bilemem, yeterince ısrar edersin. بخیر آهنگ گوش کردیم، کمی خان کمی چیز کردیم، ساعتی مونتاژ شد خیلی زیاد. ترکی میخونه نمیفهمم چی میگه، که مثلا اگر فارسی بخونه کاش میتونه گد بخونیم. حال دیگه خوارم هم چیز بوتای پلن پوشیده بود، خاصه شد من مجبور شدم دستم بگیرم که پایل پالیش گشته راسته.
دیگه یک آهنگ خواند، اما خود موسیقیش اما خود بیتش یک آهنگ دیگه در یاد ما آورد که میگه به تو جانم بکسم، به تو به هم نفسم، به تو من باده یاد ندارم ولی اگه برتان میخواندم. خدا کنه صدای خوشتان بیاید. ها دوستا دیگه یک چند قطع عکس میگیرن، یکم حرکت ها میریم دیگه شما ببینید چی حرکت هایی. اولش رقم استاد میشم شخصیتی، دومش حرکت گنگستری میره، سومش بکسرها ور استاد میشه، چهارمش هم رقم استاد میشه. نامده دوستا سعی کنیم. همین آخران کشی بود. این یکمی خوب آمده اما چشمای بالا معلوم میشه. ماش کدامش خوبش آمده. این چشمای پود معلوم است کنیم فقط اینی خوب آمده. اینی خوب آمده. فقط هم یکم رقمی دستان رقمی معلوم میشه. باش عکس یک چند تا دیگه هم میگیریم بگه. اوه اینی خوب آمده بود. اینم خوب آمده. چی شد؟ خوب عکس آمده. بخیر اینستا میپردون دیگه. برین شما هم لایک کامنت یادتان نره دیگه دوستای عزیز. اینستا از این بود اینستا در یوتیوب میمونم. در آخرای ویدیو نام اینستا می نوشته میکنم. برین بخیر لایک کنید. عکس ان شاء الله در اینستا میاد بخیر. دیگه ما خوب گشتیم، پای ما رو در آهنگ هم گوش کردیم دیگه. ناله بخیر میخوایم بریم یکان چیز شیرین پیدا کنیم که بخوریم که بخیر اینجا لبی او بشینیم. کشتیاتر میشه او را چیز کنیم، سعی کنیم فکر کنیم کنم چیز جالبم اینجا میشون. خیلی کل همه نفرا کی است کلش آمده همین شش جالب برتان شام میتون دوستا کلش همینجا آمده جمع شد. نفهم چی خبره اینجا بعد پسونا کمی چالان شو نفهم چی خبره دیگه که ببینیم چی خبر میشه که با ما باشین دوستا برتان شام میتون هر کاری شد برتان شام میتون شما رو تنها نمیمونیم دیگه. ما باید وقت خانم بریم چون فردا صبح که باید 7 بجه بخیزیم که افترین صبحانه میخوریم. بازو 8:30 چیزی من طرف تاکسی میایه که ما را یک جای دیگه میره. ما کشتی کرا کردیم تقریبا 8 ساعت کشتی است ما را میبره دریا به یک جای دیگه هم میبره. خیلی جاها میبره نمیفهم چی رقم است و فردا بخیر برم براتون بلاگ میگیرم. دیگه ما خوارم رفتم چیز بیاره که خوردنی بخوریم. من اینجا منتظر هستم بیاین بیرو باش یک چند خبرتون گپ بزنم که امروز بلاگ امروز کلش ویدیو بیرون نشون میدم از کد موسیقی دیگه به خاطر کم خسته کن نشه بود. من کمی گپ بزنم که بلاگ زیاد خوب بیشتر شود. دیگه بسیار میبخشید دوستان من که گوشی فیلم میگیرم شاید کمی کبرتیش هم خراب شد تا کمی تصویر خراب باشه یا چیزاش خراب باشه. کوشش میکنم براتون خوب بیشتر جور کنم مقبول‌تر جور کنم که همه چیز قشنگ زیبا معلوم شود دیگه. ببینید که بخیر چی میشه که شاید بخیر کامera بخرم. اگه داماد دادم که بخیر کامera میخرم دوستان. شما تشویق کنین شما حمایت کنین مرا بخیر از اینکه بهتر از اینکه خوبشتر همه چیز براتون از یک تا ده خوب بیشتر جورش میکنم. نظر دایی بلوگ کلی بلوگ اولی خیلی تغییر آمد دوستا. صحیح جورش کردم صحیح بده خیرین کردم صحیح از ویدیو رو صحیح جور میکنم صحیح جایا رو معقول فیلم میگیرم براتون دیگه. ببینیم بخیر چی میشه و خداوند اگه خدا خواست خوب بخیر از بهتر میشه از اینکه خوب بیشتر بلوگ میاد بخیر. در خدا معلوم است که چی میشه دوستا عزیز. کل مردم جمع شده نمیشه سعی کنید کل گنه اینجا 6 تا سعی کنید اون بغل هم 6 تا این بغل هم پر است سعی کنید اون بغل کلش پر است دوستا. بلا بیاوز از کشتیان از اینجا ترمش دوستا ببینید که بخیر دیگه چی خبر میشه چون رقم عجیب است. کل گنه 6 تا دیگه گفت طرفا را مونده و طرفا سایر صدری مونده کلش آمده همینجا 6 تا دیگه کدام گپ میشه همینجا که اینا آمده 6 تا دیگه. ببینید که چی خبر است دیگه با ما باشیم براتون نشون میدم که کدام گپ شد.
دوستان دیدین خودتان چی وال بود؟ نفر بیخی دو بالا بار آمده بود که رسمان خود ویزان میکرد. چیز بود اگه چی میگه؟ هم دوست گفتم شد هم جادوگر، چون با پلیسا هم تو خودشان جور کرده بود دلشان دیگه. با پلیسا آمده بود پشت زوم میگشت، با خود پشت کشتی بود کرده بود دیگه. حالا بازم پشتشان گشتر است که پیدا نمیکنه. ما پشت رفتار است دی خود دی اوزه اینا رفتار سر برتان نشان میتونم سعی کنیم. خواه دوستا کل مردم رفتار از هم طرف از اونا دیگه. اینا هنوز هم پشت دوزان میگرده، دوزا پیدا نمیکنه هیچ. الو نفرتی خدا علی این تبله چی ها رو هم آورده بخی تبله میزن. حالا فکر کنم برای ما میره که چی کار ها میکنه اینا. جمع شد نمیفهم چی خبره. بکنم با کدام کار دیگه میکنن، کدام بانک فکر میکنم توزیع میکنن. ببین که چی خبره. اصلا چیز نیست، جایی نیست که آدم تیر شوه. دم روی استاچ اصلا معلوم نمیشه. اما میخوایم سعی کنم نشان بدم اصلا معلوم نمیشه اینجا شو یک جای باشه. باش تو ببینم نکنم جای باشه. اینجا کل پر از پر. روز هم تمام شد. رفتارشون طرف خانه، تاکسی هم آمد،
ساعت 11 شب است دیگه. امروز بخیر روز ما 10 از 10 بود. از روزهای دیگه که بهترین روز بود. 4م روز ما در ترکیه بهترین روز بود. اینجا که آمدیم یک آرزوی از 3 ماه ما بودم خوارایم بود. یک آرزو بود که ببینم من نزدیک شو دیدیم، رقصیدیم، غذای خوبش خوردیم، جای خیلی قشنگی بود. در ویدیو میبینین بخیر یا دیدینم در ویدیو. چنین آخرین بلوگ است بخیر میخوایم در تمام کنم بلوگ من. اما دوستا یعنی امروز 10 از 10 بود. 10 از 10 هیچ اصلا کمبودی نداشت. از روزهای دیگه که خیلی واو بود. از روزهای دیگه خیلی بهتر بود. دیگه بخیر حالا میریم طرف خانه و دوستا که بخیر خواب کنیم چون صبح که وقت میخیزیم. فردا بهترین بلوگ میشه، بهترین روز میشه، بهترین ویدیو میشه. خیلی جای قشنگ میریم. خودتون بخیر میبینید دوستای عزیز. و این بلوگ ما دست ندین که بهترین بلوگ ها براتون میگیرم دیگه. اما بچه که سر رسپان بود و چیز بود او دختر پاچا رو خوش داشت. اما خود پاچا هم تک داستان بود دیگه دوستا. اما خود پاچا یا فامیلایشان قبول نکرد بچه را قبول نداشت. نمیخواست با هم دیگه عروسی کنه بودن. بچه از رسپان تیر میشد میخواست بره دختر رو دوزی کنه چون شب عروسی دختر بود. فهمیدین میخواد دختر رو دوزی کنه. اما گیر آمد گیر آمد که چی شد؟ دوزی گیر آمد که پلیسا برآمد، بادیگاردای پدر از بادیگارد پدر دختر برآمد که بچه را گیری کرد. بچه هم جادوگر بود. نه جادوگر داشت، دوستش جادوگر بود که میخواست جادوگری کنه که اینا را قبول کنه، بچه را قبول کنه. اما قبول نکرد دیگه. جنگ کردن با هم دیگه. در ویدیو دیدن کلش 100% جنگ کردن دیگه با هم دیگه، با رقصیدن. و در آخر ویدیو که بچه نامزادی کرد دختر. اما دختر او وقت دختر قبول نکرد چون پدرش اونجا بود. ترسید قبول نکرد گرخت. بعد آخر که اونا از داخل او برآمدن هم یک دونه دیدم طرف ما خوب سعی رقم سعی میکردم و خطرناکاش طرف ما خوب سعی میکردم رقم سعی کرد یک نمبر رقم خوب چه خیز زد. خوار مرا ترسان حالا از خنده گردای ما کرد دوستای عزیز. یعنی خنده‌دار بود. یعنی امروز دیگه بهترین روز بود دوستا. چیزی که گفتم بهترین روز بود. خیلی روز خوبش بود. مشکلیش همین بود که پارک کاروسلا که است او بسته بود. یعنی نمی‌خواستیم اونجا بریم مکان چیزا رو امتحان کنیم، موقع کنیم، تست کنیم. بازم بهترین روز بود. خیلی خوب روز بود دیگه دوستای عزیز دیگه. حالا میریم بخیر طرف هتل دوستا. ایران بود از آخرین بلوگم. تشکر که ما تا اینجا با ما بودن. امیدوارم خوشتان آمده باشه. لایک سابسکرایب یادتان نره دوستای عزیز. تا بلوگ بعدی خداحافظ.